اعتبار هر نفر از یک دعای مادر است. دولت مادر پدر از گنج قارون بهتر است. هر که قدر مادر و پیر او را داند یقین، در نظرگاه حقیقت بنده عالی سر است. حاجی ناراضی مادر در طواف کعبه است. نبودش جایش حجش، از او سگا اولاتر است. هر کی مادر دوست دارد، هر کی پدر دوست دارد، احترام آرد بجا، حاجی اصلی همان است، از حاجیان بالاتر است. خوب دوستانم، همه ما در غریبی هستیم. غریبی کوی سخت است ای برادر، غریبان را تو هرگز سخت میازار. بیا در این غریبی یک بار تلفن هایمون میگیریم و تاجیکستان زنگ میزنیم. ای احوالی پدر و مادر خبردار میشیم، میگیم اوچا جان چی خیلی شما، نه از احوالی خانواده را میپرسیم. نه که هیچ وقت نمیگیم که در این غریبی ما را روزامون سخت گذشته یا که عذاب کشیدیم، برای که هر یک گپی سخته که هر یک گپی خطایی که طرف پدر مادر ما میگیم، پدر و مادر ما شب خوب کردن نمیتونه. برای هم قدر حالی ما انشالله که بهتره با دعای برادرای مسلم میگردیم. باقی در امان خدا.